سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم درباره هشبا یا اختاپوس صحبت کنیم. قبل از که بریم لایکوسا چی یادتون نره ها، زنگوله بزنید. یک جانور آبزی از رده سرپایان که در بخش‌های گوناگونی از اقیانوس‌های جهان به ویژه در آبسنگ‌های مرجانی زندگی میکنه. 300 گونه از هشبا شناسایی شده که این تعداد 1/3 از تمام گونه‌های سرپایان را تشکیل میده. جزو بی‌مهرگانه، استخوان نداره، به همین خاطر هنگامی که هشبا از آب بیرون کشیده میشه شکلش را از دست میده. آنها دارای 8 بازوئند. روی آنها دو ردیف کلاهک ماننده وجود دارد. برخلاف بیشتر سرپایان، هشباها تقریبا هیچ اسکلت درونی ندارند و بدنشان کاملا نرمه. آنها نه مانند ناتیلوس هدف بیرونی دارند، نه مانند ماهی مرکب استخوان درونی دارند. یک منقار شبیه به منقار توتی تنها قسمت سفت در بدن هشباهاست. این منقار به هشبا توانایی رفتن به لای شکاف‌های باریک بین صخره‌های زیرآبی به هنگام گریختن از دست مارماهی و دیگر ماهیان شکارچی را میدهد. هشبا در دو نوع سمی و غیر سمی اند. مسئول شکاری هشباها معمولا سمی است که از بدن خود خارج می‌کند. آنها خرچنگ‌های کوچک و گوشماهی‌ها به علاوه بعضی از حلزون‌ها، ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها، سخت‌پوستان مثل میگوها هشباهای دیگر را می‌خورند. آنها با بازویشان طعمه را می‌گیرند و آن را به وسیله گدا دهان لوله سفتشان فلج کرده شکار را با یک شمع عصبی می‌کشند. طعمه را آرام فرو می‌دهند. آنها اکثرا در شب شکار می‌کنند. فقط هشباهای حلقه آبی سمی دارند که آنقدر قویه که یک نفر را بکشه. آنها به شاخه نرم‌تنان تعلق دارند. این موجودات در بین بی‌مهرگان دارای بهترین مغز و هوش سرسار در حد یک گربه خانگی‌اند. هشباها قادرند به دام‌های صیادان خرچنگ و ماهی وارد و خارج شوند. آنها دارای حافظه کوتاه و بلندمدت‌اند و قادر به تمایز اطلاعات اندوخته در حافظه هستند. توانی این را دارند تا مشکلات را از راه آزمون و خطا حل کنند. در هنگام خطر برای دور کردن دشمن جوهری به هنگ بنفش تیره از خود ترشح می‌کنند که برخی از گونه‌ها قادر به ترشح مواد سمی برای شکار خرچنگ‌ها و لابسترها میباشد. آنها توانایی زیادی برای استتار خود دارند. میتونند خود را به رنگ جزایر مرجانی یا گیاهان دریایی در بیاورند. هنگام ترس به رنگ سفید و در زمان عصبانیت به رنگ قرمز در میان. این تغییرات رنگی پوست وقتی در تحریک چشم‌ها صورت میگیره. چشمان این موجود پیچیده و قابل مقایسه با چشم انسان میباشه که با چشم بسته تفاوت بین شکل و اندازه اجسام را تشخیص میده. فاقد قوه شنوایی، بازویش دارای دو ردیف بادکش مکنده است که حاوی گیرنده‌های حساس چشایش. این گیرنده‌ها به جانور در شناخت و پیدا کردن غذا کمک میکنند. داشتن هیچ ماده کمکی در بدن به جز منقارش این جانور را قادر به عبور از فضاهای کوچک کرده، به طوری که از فرو رفتگی‌های داخل سنگ‌ها جهت کمینگاه استفاده کرده و روزها تا هفته‌ها در آن باقی میمونه و جهت شکار از آن خارج و دوباره برمیگرده. هشباها دارای دو جنس جدا از هم میباشند. لقا در آنها به صورت داخلی است. هشباها به هر آب و هوایی کاملا مقاومند. به همین دلیل در سراسر جهان زندگی میکنند. جایی که آب نمکی از 30% به جز شمال وجود داره. آنها ترجیح میدن با طور جداگانه زندگی کنند و با بستگان برخورد نکنند. آنها 2 بار در سال تولید مثل میکنند، در پاییز و بهار. اتصال با شاخک‌ها. یک هفته بعد هشباهای ماده میتونه تا 80,000 تخم را تخلیه کنه که تا 5 ماه به طول میکشه تخم خیس بشه. اونها میتونن در آبهای کم عمق و عمق تا 150 متر زندگی کنند. انواع هشباها: هشبای آبی حلقه در مخازن کوچک پر از درز و مرد و در صخره‌های مرجانی در اقیانوس آرام و اقیانوس هند زندگی میکنه. اندازه‌اش متوسطه. بزرگترین هشبای دنیا، هشبای پاپدری، با توجه به شبکه طولانی شفافش که در بین ساختار آن مانند لب‌های بزرگ از گوشت وجود داره، اگر هشبا در خطر باشه حرکت میکنه. اون نشون میده آنها در هر اندازه به نظر میرسن.
بزرگتر از او واقعا هست. هشت‌های هیدروترمال. این هشت‌ها کوچکه، در نزدیک گرمایش هیدروترمال گرم زندگی می‌کنه. چشمان او با یک پوست نیمه شفاف پوشیده شده که به او کمک میکنه در آب‌های عمیق دیده بشه. هشت‌های ولفی بزرگترین هشت‌ها در جهانه. در هند و اقیانوس آرام زندگی میکنه. برای دیدن او احتیاج به ذره‌بین دارید. هشت‌های نارگیلوس. هشت‌های رگدار هم نامیده میشه. دانه و سرپا میان جثه از جنس هشت‌های دراز دسته. او در اقیانوس‌های آرام غربی زندگی میکنه. بعدش بیگو خرچنگ صدف دو کفه‌ای از خود رفتار غیرعادی نشون میده، از جمله راه رفتن بر روی دو پا و جمع‌آوری پوسته نارگیل و صدف برای سرپناه. هشت‌های پولپیکر در شمال اقیانوس آرامه. یکی از بزرگترین سفالوپودهای این سیاره است. به اندازه بزرگتر رشد میکنن. بزرگترین هشت‌ها یکی رکود برای این گونه یک نمونه 9 متریه. در هشت با 8 بازو احاطه شده. همه اندام‌های حیاتی این جانور در سر آن قرار داره. رنگ به اندازه هشت‌ها به وسیله محیطش سعی میشه. هشت‌هایی که در آب سرد زندگی میکنه خیلی بزرگتر از هشت‌هایی است که در آب گرم وجود داره. تنها ساختار سخت در بدن هشت‌ها منقار آنه که شبیه منقار توتیه. هشت‌ها از منقارشان برای خوردن غذا استفاده میکنه. هشت‌ها 3 قلب داره. در خونش آبی رنگه. اینکه هشت‌ها بی‌مهرند اما دستگاه عصبی فوق‌العاده پیشرفته‌ای دارند و میتونن موضوعات گوناگون را یاد بگیرن. برخی از آزمایش‌ها نشان داده که هشت‌ها قادر به حل پازل و تشخیص اشکال و طرح‌ها هستند. هشت‌ها هم حافظه بلند و هم حافظه کوتاه داره. به دلیل دستگاه عصبی بسیار پیشرفته‌ای که هشت‌ها داره، برخی از مردم باور دارن که در طول عمل جراحی درد را حس می‌کنه و نیاز به بهوشی داره. هشت‌ها بیشتر به خاطر کارگیری روش‌های مختلف به منظور فرار از دست شکارچیان معروفند. اگر یکی از بازوهای هشت‌ها به وسیله شکارچی از دست بره، خیلی زود بازوی دیگری رشد کرده و هشت‌ها میتونه بازوی دیگری را جایگزین بازوی شکار شده بکنه. هشت‌های حلقه آبی خطرناکترین گونه هشت‌هاست. میتونه در یک آن چند نفر رو بکشه. هشت‌های نر چند ماه پس از جفت‌گیری میمیره. با این ماده تا زمانی که بچه‌هایش از تو خارج شوند زنده میمانه و سپس از گرسنگی میمیره، چرا که مدت 3 ماه مدت زمانی که لازمش تا بچه‌اش از تخم بیرون بیاید چیزی نمیخوره. هشت‌ها ماده بیش از 150,000 تخم در یک هفته میذاره. بعد از اینکه بچه اختاپوس‌ها از تخم بیرون آمدند مدت کمی روی سطح دریا با پلانکتون‌ها شناور میمانند و دوباره به اعماق دریا شنا میکنند. وقتی فسیلشان شر میره بازوهای خود را میخورند. اختاپوس‌ها میتونن از ابزار استفاده کنند. وقتی این جاندار بیش از 6 ماه زندگی نمیکنه. دوستان دمتون گرم که با ما بودید. لایک و فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.